سلام. شاید خودتون بپرسین که چرا اینجا اینقدر تاریکه؟ چون که برق رفته و میخواستم ویدیو بگیرم. الان بذاری کارش کنم. ولی که رو منتظر موندیم برق نیومد. گفتم پنجره رو باز کنم یه نوری داشته باشیم واسه ویدیو گرفتنمون. من علیرضا 21 سالمه و اینکه چرا فکر کنم واسه این که بگم 21 سالمه خیلی دور این سوال کردن سخته واسه من. نمیدونم اینجوریه. 21 سالم و یک سال پیش من 3 تا ویدیو گذاشتم با پسرم و اون خیلی جوابگو نبود. دلیل ول کردنمون این بود که یکی هر دومون رفتیم سر کار، دوم این که اتفاقایی که داخل ایران افتاد، اینترنت یه دفعه کامل قطع شد. اول سر جنگ اولی داخل 1 سال پیش بود و بعد اتفاق بدتر. نمیتونم بگم من خودم از دوباره دلم خواست یوتیوب شروع کنم، نه. دلیل این که شروع نکردم این نبود که خیلی سخته جلو این سوال کنم. دلیل این که شروع نکردم این نبود که مثلا بیام چیز کنم، چیش میگم، این نبود که مثلا خودم شغل بگیریم. هی اتفاق افتاد، بعد رفتم سر کار، هی از دوباره کار عوض کردم. نشد. اینجا رو کات زدم، اون بردم از دوباره خودم گرفتم. یکی شاید سوالتون بشه که چرا اتاق این شکلیه پشت من و چرا جمع نکردی؟ چون که خودمم داخل این چنل نمیخوام خودم نباشم. این اتاق سال یه بار تمیز میشه، این لباسا سال یه بار تمیز میشن و جمع میشن. واسه همین گفتم برای اینکه کانتنت کردن داشت همش داخل کانتنت کنیم و اینا. اینجا خیر سرم میخوام بگم کانتنت درست کردن سخته. چی کار میکنم من داخل این ویدیو؟ و چون که خسته نشین دوربین جابجا میکنیم و صحبت‌ها رو یه جای دیگه مثلا از اتاق میگیریم. حالا شروع دوباره من، حالا دلیلش چی بود که از دوباره اومدم ویدیو بسازم و اینا؟ حسرت خوردن. بدون شوخی میگم، مثلا میادم خونه نشستم ویدیویی مثلا محمد افشار و علیستوری و بیگزموک خیلی نگاه میکردم، به هرس میخوردم که حتی واسه علاقه خودم هم نجنگیدم. میدونی چی میگم؟ اون 3 تا ویدیو خیلی کم بود. گفتم فقط واسه علاقه خودم یه تلاشی دیگه بکنم. یه برنامه 6 ماهه برای خودم تدارک دیدم که بین مثلا اون پاره وقتی که کار میکنم تایم بقیه روزم رو واسه یوتیوب بذارم، واسه علاقه خودم بذارم، فقط به اندازه که مثلا حسرت اینو نخورم که من تلاش نکردم. حالا من تلاش رو میکنم، اگه نشد اشکال نداره. برام اینه که 24 تا ویدیو با تمام وجودمون بذاریم داخل صدمون رو بذاریم. آره من صدمون میذارم، شما حمایت میکنین دیگه. بذاریم داخل یوتیوب. آره دیگه. یه چیز دیگه که نیاز دارم ایده است. حالا شاید یه خود این که من چجوری اینو صاف کنم اینجوری. یه خورده میگفتم یه چیزی که نیاز داریم ایده است. من حالا اینجوری مثلا شورت ویدیو هامو برای اینکه مثلا یه خورده سریعتر پرو بگیریم بعد هفته یه تعدادی شورت ویدیو هم بذارم و برای خودم برنامه‌شو ریختم. منم خیلی زیبا ولی خب خیلی ایده ندارم. مثلا ایده‌ای لانگم، مثل چیش میگم استراشتامیمو میخوام به چالش بکشم 100% و چالشی که شما میگین 100% برادر دیگه. خودم با فکر خودم میام به خودم چالش میدم. اش میکنی مثلا. آره دیگه. همه تو شما کمک من میکنه. این اتاقم داخل یکی از ویدیوام تمیز میکنم. اینجوری نکنید. مثلا که خود بدم اتاقتون من نشونتون بدم دیگه. تا اینجا اومدین. خدافظ.